مادر من، عزیز من، کندر رو به بدن تزریق کن. بس که خواص داره، واقعا جادو میکنه. کاش مردم ما از معجزه کندر آگاه میشدن. درسته که تلخ و بدمزه است، اما اگر 3 هفته هر روز 1 قاشق ازش بخوری تمام بیماری های بدنت رو فراموش میکنی. تا آخر این ویدیو همراه من باش تا با هم بررسی کنیم اصلا کندر با بدن چی کار میکنه. لایک و فالو هم یادت نره. توی هفته اول با خوردن کندر با دردهای مفاصل خداحافظی کن. کندر طبع گرمی داره، برای افرادی که سردی و رطوبت معده‌شون بالاست و دردهای شدید مفصلی دارن فوق‌العاده است. توی هفته دوم تأثیر میذاره روی گوارشتون و باعث بهبود هضم غذاتون میشه و بیماری های سخت گوارشی مثل کولیت روده رو میتونه کامل درمان بکنه. توی هفته سوم هم تأثیر میذاره روی حافظتون و اگر سردی و خشکی مغز دارید و مثلا وسایلتون رو همیشه جا میذارید یا اسامی افراد رو زود به زود فراموش میکنید حتما باید از کندر بخورید. کندر رو همینجوری نریزید توی آبا و بعد مصرف کنید. کندر یه روش خاص مصرف داره که اگر با مویز هم مصرف بشه علاوه بر این که خواصش چند برابر میشه کمخونی رو هم میتونه درمان بکنه. روش های خاص مصرفش رو هم با منع مصرفش رو داخل دایرکت برات ارسال میکنم. فقط کافیه پیجمو فالو بکنی و کلمه کندر رو برام کامنت بکنی تا برات بفرستم. این ویدیو رو هم بفرست برای بقیه دوستات. سلامت باشی.